دوستان سلام. امروز اومدم توی چند دقیقه حمایت و مقاومت درست رو بهتون توضیح بدم. کلا اول بگم که کانالم رو سابسکرایب کنید و لایک کنید که پست بعدی، کلیپ بعدی در مورد پیدا کردن درست تایم فریم ها هستش داخل چارت. چون که اصلا میگن تایم فریم روزانه تحلیل کن، 4 ساعته تحلیل کن، بعد بیا توی تایم پایین معامله کن. چرت و پرتی بیش نیست. کلا بازار روی این چرخه نمیچرخه. کلا بازار مولتی تایمه. شما باید مولتی تایم یاد بگیری. قلق داره که توی کلیپ بعدی کامل بهتون توضیح میدم. حالا اینجا حمایت مقاومت درست رو میخوام بهتون توضیح بدم. آقا حمایت مقاومت یعنی چی؟ مقاومت یعنی چی؟ یعنی قیمت تا یک جایی رفته، اونجا مقاومت کرده، اونجا نذاشتن فروشنده که بیشتر از اون بره بالا و از اونجا پیوت شده برگشته. حمایت هم همینجوره. الان معمولا از جایی که قیمت برمیگرده پایین، خب، و یک کفی رو میزنه یا کلا از اونجا خیلی ریزش میکنه، اونجا رو بهش میگم مقاومت. همینجور برعکسش هستش. حالا بعضیا میگن آره جایی که 2 تا سقف باشه یا 2 تا کف باشه، از 2 تا سقف بیشتر، از 2 تا کف بیشتر، اونجا حمایت و مقاومت قوی تری هستش. بعضی اینجوری میگن. ولی من چی میگم؟ من میگم درسته 2 تا سقف و 2 تا کف بزنه. خب این 2 تا سقف و 2 تا کف جزء حمایت و مقاومت حساب میشه. خب ولی ما نمیایم اونجا معامله کنیم. ما زمانی میایم معامله کنیم که بره اون سقف و اون کف رو بزنه، بعد برگشت کنه، اونجا ورود به معامله میکنیم. مثلا اینجا 2 تا سقف داشتیم. مثلا از اینجا قیمت برگشته اومده پایین. خب اینجا میشه جزء مقاومتمون. یا اینجا یا همینجا قیمت رفته بالا، خب ولی چی؟ نتونسته یه سقف رو بزنه. پس این جزء مقاومت ضعیف میشه. اینجا یه کف رو زده. خب این کف این رو زده دیگه. خب اینجا میشه جزء حمایتمون. بعد رفته سقف رو زده. دوباره اینجا این کف رو زده. اینجا میشه جزء حمایت قویمون. رفته بالا. نگاه کن اینجا شده 2 تا سقف برابر. خب این میشه جزء مقاومت قوی که چی شده؟ رفته کلا سقف زده، برگشته. خب واسه همین میگم که نباید